اینجا مسکو استودیوی مرکزی رادیو موجر امروز 2 سپتامبر 2020 سال و با توجهتان نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما. سلام. خبرها را از تاجیکستان شروع میکنیم. روز 1 سپتامبر سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده در ناحیه خراسان ولایت ختلون یک شهرک نو معاصر را افتتاح کرد که برای ساکنانی که در ماه می سال جاری از سیل آسیب دیدند ساخته شده است. 67 منزل استقامتی نوبنیاد در این منطقه با اشتراک سروزیر به استفاده داده شد. با پیشنهاد سروزیر مملکت تصمیم گرفته شد که به شهرک بنیاد شده نام دهات 30 سالگی استقلالیت دولتی جماعت دهات صدرالدین عینی ناحیه خراسان ولایت ختلون داده شود. در این دهات زمانوی کاشانه حسن، مرکز سودا و داروخانه نیز به فعالیت می‌پردازند. همچنین 1.4 کیلومتر راه‌های داخلی محله اسفالت پوش و 18 چاه آب نوشاکی کافته شده‌اند که ساکنان را با آب نوشاکی تامین می‌کنند. برای انتقال نیروی برق 2 ترانسفورماتور و 83 ستون‌های بلند شدت نصب کرده شده است. قاهر رسولزاده قید کرده است که فوراً پس از سیل‌های خرابی‌آور با دستور و سفارش‌های دولت و حکومت مملکت ساختمان خانه‌ها برای آسیب دیدگان در جای نو آغاز یافت و امروز در مدت خیلی کوتاه ساختمان در سطح بلند به اتمام رسید و شهروندان ضرر دیده با همه جهازهای ضروری تامین کرده شدند. یادآور می‌شویم که روز 14 می سال روان بر اثر سیل جاری شدن سیل در منطقه‌های علایده ناحیه خراسان ده‌ها خانه ساکنان زیر لای ماندند. از ضرر اصلا کلان به دهه‌های نعمت الله اسدالله و حلقجه رسانیده شده است. آفت طبیعی همچنین جان 2 ساکن محلی را نیز را برده بود. با گفته ساکنان محلی، سیل روز 14 می سال 2020 ساعت 17:00 به وقت محلی در ناحیه خراسان آغاز یافته 3 ساعت ادامه کرده بود. در دوشنبه میمونیم و خبرهای روز را مستقیما ادامه میدهیم. سپوتنیک تاجیکستان از قول کامران دولتزاده کارشناس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان مینویسد که بر اساس قانونگذاری تاجیکستان به قیدگیری نامزدها به مقام پرزیدنتی از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی در دوام 3 روز از لحظه رسیدن حجت‌های ضروری ولی نه دیرتر از 25 روز تا انتخابات صورت میگیرد. کارشناسان کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاکید نمودند برای ثبت نامزد باید حجت‌های زیرین از جمله نسخه شناسنامه، معلومات درباره درآمد و وضع مال و ملکی در شکل اعلامیه انداز، معلوماتنامه طبی درباره وضع سلامتی، معلوماتنامه از جای استقامت با مقصد معین نمودن مهلت 10 ساله استقامت در جمهور پیشنهاد می شود. اما پیش از حد پروتکل مجلس مقام عالی حزب‌های سیاسی جمهوری، فدراسیون اتفاق‌های کسبه مستقل تاجیکستان، اتفاق جوانان تاجیکستان، مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، مجلس وکیلان خلق ولایت‌ها، مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، همچنین مجلس وکیلان خلق ناحیه و شهرهای تابع جمهوری پیشنهاد کرده می‌شود. نوشته است صدای مردم از قبل حقوق‌شناس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی. در فهرست حجت‌های زیرین اینچنین بلانک‌ها با امضای شهروندان درباره دستگیری نامزد، ترجمه حال نامزد و عریضه نامزد برای درباره پیشبری کردن به منصب پرزیدنتی ذکر شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی در دوام 2 روز بعد به قیدگیری نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری به آنها شهادتنامه دخلدار می‌دهد. اگر کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی به قیدگیری نامزد را رد کند، نهادهایی که او را پیشبری نمودند می‌توانند به دادگاه عالی مراجعه کنند و شکایت در مهلت 6 روز بررسی کرده می شود. قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان قطعی می باشد. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی در مهلت 7 روز بعد به قیدگیری نامزد در رسانه‌های رسمی درباره به قیدگیری با ذکر نسب، نام و نام پدر، سال و جای تولد، وظیفه و جای کار، حزبیت، محل زیست، حزب وضع اولیوی نامزد، همچنین نام مقامی که نامزد را به مسند پرزیدنت پیشنهاد کرده است خبر چاپ می‌کند و همچنین در سامانه رسمیش هم جای می‌دهد.
ادامه خبرهای روز. عظیم ابراهیم سابق معاون سروزیر تاجیکستان که از جانب پرزیدنت جمهوری 31 اوگوست به وظیفه وزیر نقلیات کشور تعیین کرده شد، دیگر همرئیسی کمیسیای تاجیکستان و قرقیزستان اوید به بررسی همه‌جانبه مسائل سرحدی نیست. می‌نویسد از پلیس با استناد به منبع خود در حکومت. در جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قرقیزستان اوید به معین کردن خط سرحد دولتی بین دو کشور که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، هیئت تاجیکستان را معاون دیگر سروزیر کشور دولتشاه گل محمدزاده رهبری می‌کند. در خبر آورده شده است که کار گروه‌های کاری بین حکومتی اوید به معین کردن خط سرحد دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان در دوره پاندمی نیز ادامه یافت. با نزدیکی در خوجند جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قرقیزستان اوید به بررسی مسائل‌های دو جانبه برگزار می‌شود. معاون سروزیر قرقیزستان اکرم مادومارов همرئیسی کمیسیون از دولت همسایه قرقیزستان را رهبری می‌کند. تفصیل مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید و از مسکو به ازبکستان میرویم. دانشگاه‌های ازبکستان روز 2 سپتامبر با سبب باقی مانده محدودیت‌های قرنطینه بنا به پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس نو کووید 19 در سال نو خونش درس‌ها را لایو آنلاین شروع کردند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات وزارت تحصیلات عالی و میانه مخصوص این کشور 2 سپتامبر سال جاری سال تحصیل خونش 2020-2021 در دانشگاه‌های دولتی ازبکستان رسما آغاز یافت. گفته می‌شود در صفحه تلگرام وزارت تحصیلات عالی و میانه مخصوص جمهوری ازبکستان. طبق اطلاع خدمات مطبوعات، آموزش طبق برنامه‌های تصدیق شده در شکل آنلاین گزارنده می‌شود. قبلا اکتم سلاموف معاون اول وزیر تحصیلات عالی و میانه مخصوص این کشور اظهار امیدواری کرد که در ماه اکتبر دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها بنابر بهتر شدن وضع کووید 19 در ازبکستان می‌توانند به شکل عنعنوی تحصیل برگردند. آنها بنابر رعایت طلبات سانیتری و اپیدمیولوژی امتحان‌های داخلشوی 14 روز ادامه یافته در میدان‌های کوچک در حدود 40 ورزشگاه و باغ‌ها برگزار شدند، چون عنعنه سنجش برای داخلشوی به دانشگاه‌های ازبکستان از 1 اوگوست شروع گردیده بود. اولین حالت سرایت‌یابی با کووید 19 در جمهوری ازبکستان 15 مارس سال جاری آشکار کرده شده بود. بعد از این همه مؤسسه‌های تعلیمی و به تعطیل برمحل رفته کودکستان‌ها بسته شدند. در ماه اپریل مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند که سال تحصیل را در مکتب‌ها فاصلوی به اتمام رسانند و دفاع دیپلم‌ها در دانشگاه‌ها نیز آنلاین صورت گرفت. تا روز سه‌شنبه شماره حالت‌های آشکار شده گرفتاری به کرونا ویروس در ازبکستان 41994 نفر را تشکیل داد که در مجموع 322 بیمار از سرایت این وبا فوت کرده، 39275 نفر شفا یافتند. انتظار می‌رود که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 22 سپتامبر در 75مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. طبق برنامه پیشکی برآمدکننده‌ها در مصاحبه‌های عمومی سیاسی، پرزیدنت روسیه در روی خط هفتم قرار دارد. ولادیمیر پوتین می‌تواند در 22 سپتامبر در اجلاس 75 سالگرد اسامبله ژنرال سازمان ملل متحد سخنرانی کند، نوشته است. پیش از او سران برزیل، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، چین، چیلی و کوبا در مجمع سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کنند. و نقشه گرفته شده است که مباحثه این ساله در شکل معرفی ویدیویی ثبت شده با سبب محدودیت‌های پاندمی کرونا ویروس صورت گیرد، اما رفتن این سران دولت‌ها به قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک منع کرده نشده است. اساسگزار زوم در طول یک چند ساعت یکی از ثروتمندترین شخصان عالم به حساب رفت. ثروت صاحبکار اریک یوان 4.2 میلیارد دلار در طی چند ساعت افزود. کارشناسان تخمین می‌زنند که در آخر هفته روان درآمد صاحبکار می‌تواند باز 20 میلیارد دلار دیگر افزایش یابد. سهمیه‌های شرکت زوم ویدیو صبح روز سه‌شنبه این هفته
درصد افزایش یافت. ولو یک کاغذ قیمتناک کرپراتس $410 ارزش دارد. معروفیت زوم در دوره پاندمی کرونا ویروس بلند شد. از آغاز شروع کرونا ویروس همه روندهای کاری در جامعه جهانی طریق آنلاین صورت گرفت که در این میان شرکت زوم یکی از معروفترین نرم افزارهای علاقه موبیلی شناخته شد. شما تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موج شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی خبرهای تازه را انتظار باشید.